به پدر و مادر چیغ نزنین، به سر پدر و مادر چیغ نزنین. به خاطر زن امروز پدر و مادر آزرده می شود. ما پشتی زن خود را می گیریم، ما در کنار زن خود استاد میشیم، به پدر چیغ میزنیم، به مادر چیغ میکشیم، میگیم مادر جان بس کو دیگه، ما را خود دیوانه کردی بیخی. الله چی میفرماید؟ ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، ای بندگان من، ای کسانی که در طلب رضای من هستین، فلا تنهرهما، به پدر و مادر چیغ نزنین، و الا شما بندی خوب نیستین، و الا شما امت خوب نیستین. فلا تنهرهما، به پدر و مادر چیغ نکشید. ولو که پدر و مادرتان ملامت باشه، زنتان به حق باشه، بازم حق ندارد فرزند به پدر و مادر خود چیغ بکشد. باز حق ندارد به پیش زنش به پدر و مادرش ناسزا بگوید، سخن زشت و تند بگوید که قلب مادر جان و قلب پدر جان را بشکناند.